درود بر بعد خوش آمدید به چنل داداشیا. من مهدی هم داش بزرگه و من نمی هستم داش کوچیکه. آره امروز داداش قراره بریم سراغ بازی اوی اوت. آدم بیشور رو اینجا که بازی اوی اوت ویدیو دیروز هم اگه دیده باشین پارت 1 بازی اوی اوت بود، لینکش بالاست، میتونید برید ببینیدش. بدون مطلبی بریم سراغ پارت دوم این بازی جذاب و ما میخوایم فرار کنیم دیگه ان شاء الله. راستی لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. خب تا جای پیش رفتیم که اون فرد تا این دقیقه تایمتو بگیرم الان برمیگردم بچه ها. چه خبر لو؟ با برم بالای اون پاشو میتونیم میگم تا جایی که رفتیم اینو گذاشتیم از داخل پنجره. ببین رشوه دادی که ما رو ببره کاری کنه ما بریم بالا پشتمون کار کنیم. همشون هم رشوه بگیرن و یعنی مثلا اول گفت نه نمیشه کارگر اینجا زیاد داریم بعد رشوه گذاشتیش گفت بریم پیدا. داداش الان پول حرف اول رو میزنم. بله نه خوب. خب بزن پس کلش میخواییم بول کنیم جدا. آره دیگه بزن میخواییم بشکنمش. داشت فکر کنم باید بشکنیمش. اوه یس داداش این نقشه فکر کنم نپا شکست مگه مرض داری بشکنیش یا اومدیم اینجا ما کار رو مجانی کنیم. برو از برو من حواس بودو. خب نها کنیم برو این برو نها کن. آره آفرین همونجا بایستا. این رو رفت بیرون حواسش پرد شد دیگه. بودو برو بالا بودو بذار خودم میشینم تو زور نداری. میدونی چرا من الان نشستم؟ اگه من یه قیبم بزنه شک میکنه دیگه. کجا؟ خداش نه این را فکر نکنم باید برگرد همینجا نباید برگرد. ناکن تو اینجا باشی داشت حواسشو پرت کن. حواس کی؟ این میبینی؟ تو خودشو کنم حرکت میکنم ولش کن حواسشو پرت کن. نه آره داشت جوابشو بده. Why are you saying that? Say what? Sweat like a pig. Pigs don't sweat. They don't? That's why you see them roll around in the mud. It cools them off. Huh. Really? I'm surprised you didn't know that. You look like an educated man. Just get out of here. خب حالا باید کمکت کنم در رو باز کن. Leo, can you help me out? Give me a minute. I'll break open the lock. دمتم گرم. تمام. همین زیبایی. خب بیا داشتینو بگی ببرم. خب هرچی باشه نوبتی هم باشه نوبت خواب است و موقعی که میخواییم فرار کنیم. Hey, Leo. What's up, Fred? Got something special for you. داخل کتاب گذاشتی. Sure will.
دشمن موازان کسی آره نداره. بذار خب ان کسی داره میاد درسته؟ نه برو فعلا خودشون بودو دیگه. نکن خب من خب الان تو دید بزن. Stop busting my balls, نه man. از این مردم میاد از این مردم داشت دوتا هم بذار یه لحظه. خب میان من سب کردم من که نرفتم بودو. هنوز. واسه اینم اومدم. فکر کنم این همین راهو برمیگرده بعد اون موقع میتونم ولمون کن تو رو خدا. برو برچه Yes, sir. Just gonna take a leak. نکن کاری نکن. بکن آقا جون. چیو؟ برو تو کار. بیادب برو تو کاره. سری باش سری. اون فعلا نیست. بودو داره میاد که تمام چیز کن. کنسل کن. البته من حواسشو پرت میکنم. چیز کن. What? I can't sleep. Do you have a book I can read? What do I سری look باش. like, librarian? Go to sleep. چیز کن. کنسل کن. Go to bed, inmate. I'm not tired. Leave me alone. فکر کنم از اون ور داره میاد. آره حواس اینو پرت کنی من تمومه دیگه کارم. اوکی حواسشو پرت میکن. Guard, do you have a second? من تموم کارم انگار. بذار البته نگهش رو حواسشو پرت کن. Freezing. Could I have some extra sheets? No, it's not gonna happen. دایره کنسل. نه هنوز کار داره یکم مثل این که بعدش از بودو اون ور دیگه. داره میاد. بودو نمیاد. برف من گوش کن دیگه. اعتماد کن. نمیادش. اوه خیلی طول میکشن. چه شلوغی یک کار طولانیه. تو فقط حواست باشه چون آخرشه دیگه. حواسم هست. تو راحت باش. همین علافش میکنم اینجا. تو بزن فعلا. تموم دیگه تموم. نه الان میاد اینجا. اگه علاف. علافش بکنی بهتره چون الان آره Hey, guard, can I ask you a question? Make it fast. تموم کنسل بده. Hurry, and I'll give you a tour. من بدم بگرد قشنگ نمیاد کسی. آره داشتید بزن. تو رو خدا ولم کن. برو دیگه بابا. What are you doing up this late? Stop busting my balls, man. I'm not doing anything. رفتش. آقا بذار. اینو بنداز. آره این رفتش. تو کارتو انجام بده. بذار من این یکی جای ده خواست بیاد. از همون ور مثل این که میاد فقط. نه داره از این ور میاد. علافش کن اونجا. باشه صحبت میکنم من. نه چیز نکنم. مربع بزن. برو برگرد. مثلث رو بزن. نه من صحبت واسه تا جایی که میدونم. I want to ask a question. What now? How much do you make an hour as a guard? بیخیال شو Being a prisoner. Now go to bed. You, go to sleep. آقا ولمون کن. نه کمش به تو گیر داده. میگی برو بخواب. اصلا نمیخوام بخوام. با کی صحبت کنم؟ داشت به اضافه کنم از اون ور داره میاد. البته تموم میشه احتمالا. کس نمیاد از اون ور. همین ور رو بکن. این ور کنه داره میره تازه. تموم دیگه. آره تموم.
I'm done. All right, let's wait until the lights go out. آقا بریم این موقع چراغ خاموش شد. آره دقیقا. Lights out. Ready? Yeah. Okay. خب Damn, this smell, man. دوش واسه یه لحظه گفتم وایسا. دشمن بذار برم دارم. چطوری داشت؟ خوبی؟ این همه میگفتم فرار از زندان بیا، اینم به همین راحتی داریم فرار میکنیم. چطوری جیگر؟ بذار اینجا باید یک چیزی باشه. Vincent, come over here and help me. We should be able to stop the fan. داشت بیا همین با همین میله بریم با این میخوام میله رو یک کارش بکنم با این میله. Hey, I can't hold it forever. Go through. برو دیگه داداش، برو داداش، دارم دست دارم میرم. منو به Shut کشتن down the نمیدونم. fan from where you are. حالا تو باید بری از یک جایی فنو با خاموشش کنم دیگه. Come and help me. Hey man, find a way to stop the fan. I can't get through. خب از یک جایی باید اینجا تو بیا کمکم کنی. حالا بذار من باید بگردم. نه بین خاموش All شد. right, it's shut down. You can go through آره now. خیلی خوب من بیا. بدو It's a long way down. Yeah. You're gonna need something to get down there. فرار کنسل راش. یه چیزی نیاز داریم بتونیم بریم پایین. Hold on. بذار صبر کن. Over here. اینا اینجا. خب Check this out. What are you thinking? I'm thinking sheets. آه All right. Let me hear it. Okay. We need to find a way into this room. Once we do that, we can get the sheets in here. Sounds easy enough. Problem is, they don't allow inmates in there. You think we can sneak in somehow? Yeah, but we're gonna need to get a hold of the laundry cart. Once we have the cart, one of us has to hide in it. Then what? او فهمیدم ما Inspector, نتونستیم فرار کنیم. باید گفتم دیگه اونجا فاصله شون زیاده. don't worry about باید it. یک چیزی درست کنیم، مثلا با لباس تنابی چیزی درست کنیم. اوکی اگه اومدیم با لباس پس. آره دیدی رفت. داشتنکی زمن نکش. وقتی اونجا رو داره نشونده یه باید از همون روش فرار کنیم. Hey man, I could use one of them carts back there. Sure. Name and number, please. Vincent Moretti, 3465. این من چه هم میپیچونی خواب. Nope, there's no Vincent here. Sorry. You look like you're a smoking kind of guy. Well, I guess I probably am. You know, I got a good pack right here. I think it's got your name on it. Ah, thank you. Why don't you go and treat yourself? I might just do that. آره مثل اینکه کلرش رو بگیرم. All right, damn, it's
smells like shit in here. Shh, keep your voice down. Sure, but it smells really bad, man, really bad. Just suck it up and keep quiet. Yeah. دایره بزن. Smell, man. نه اگزیت دادش دایره. تو باید لباس فکر کنم بذاری. آره دیدی نش که خواستن چک کنن We need more sheets. دیده نشم. Hurry, put in more sheets. Okay, we're all set. حالش Cover yourself. این هاید اینا خب خودتو هاید کن. داشت دستتو بر نداری ها. Okay, see what we have here. All right, looks good. Get out of the way. اه خودش میبره. داشت قفله تو باید بیا بیرون اینجوری. خداش نمیری اونجا الان داره پناه. کجاست دقیقا؟ اینا حواس این بدبخت الان بیا چیکار کنی؟ باید لباس برداری. لباس بردار بیا اینجا. There's the vent. Now we need to put the sheets into it. حتی نه چرا ربطی داره به لباس. بیا برو. Come on, hand me some sheets. Yeah. اوه حالا باید لباس به برداری. لباس ها دیگه باشیم. لباس که نیست پارچه حالا. رو تختی چیزی. اوه حالا با برگردیم. چه جوری نه مرسی که تو پایان این ویدیو همراه ما بودیم. ما همچنان نتونستیم از زندان فرار کنیم ولی خب به زودی زود فرار خواهیم کرد ایشالله. در پارت های بعدی منتظر پارت های بعدی هم باشید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. اگر هم ایده دارید تو کامنت ها بهمون بگید. تا ویدیو بعدی. See you later.